با درود از رادیو زودی به همه شما بینندگان عزیز، نوید بامدادی رو من شالگل خوجه تقدیمتون میکنم و سپاس میگویم که با ما هستید و برایتون برار میخواهیم. امروز 19 فوریه است و حالا توجه کنید به خبرها. دیروز در قلمرو توجیکستان زمین لرزه به وقوع آمد. مسئولان اکادمی علمی توجیکستان گفتند مرکز زلزله در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان بوده. شدتش در مرکز به 4 درجه و در دوشنبه به 2-3 درجه جدول ریختر برابر بود. تا به حال معلوم نیست زلزله در مرکز آن خسارات داشته است یا نه. توجیکستان در یکی از منطقه‌های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. در گذشته بر اثر زمین لرزه چندین خانه ویران شده است. وزارت کارهای خارجه توجیکستان میگوید مذاکرات برای به وطن برگرداندن 212 نفر زنان و کودکان توجیک که در اردوگاه‌های مختلف تحت نظارت حکومت رسمی دمشق و نیروهای دموکراتی سوریه میباشند ادامه دارند. سیروجدین مهریدین وزیر کارهای خارجه دیروز در نشست خبری گفت طبق معلومات آنها فعلا تقریبا 500 نفر از شهروندان توجیکستان در اردوگاه‌های سوریه قرار دارند. اکثر این زنان به گفته خودشان همراه با شوهرانشان به سوریه رفتند و بعد از شکست خوردن گروه تندرو دولت اسلامی به دست نیروهای کرد افتادند. تاکنون تقریبا 100 کودک توجیک را از عراق به توجیکستان آوردند. برخی آنها را به نزدیکانشان دادند. بخش زیاد در مکتب اینترنت ها هستند. ده زن توجیک در عراق به مدت طولانی یا عمرباد به زندان محکوم گردیدند. بر اساس اطلاع رسمی نزدیک 2000 شهروند توجیکستان از سال 2014 به گروه تندرو دولت اسلامی پیوسته به خاور میانه رفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز سه‌شنبه 18 فوریه اشرف غنی پرزیدنت فعلی آن کشور را برنده انتخابات سال گذشته اعلام کرد. اما عبدالله رقیب اصلی او این نتیجه را نپذیرفته است. وضعیت پیش آمده افغانستان را در روبروی باز یک بحران دیگر سیاسی قرار داده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که طبق این نتیجه های رسمی اشرف غنی با به دست آوردن نزدیک 51% آرای انتخاب کنندگان برای 5 سال دیگر رئیس جمهوری افغانستان شد. انتخابات پرزیدنتی افغانستان روز 28 سپتامبر سال گذشته برگزار گردیده بود و اعلام نتیجه های آن حدود 5 ماه طول کشید. بنابر شکایت نامزدها از تقلب گسترده در شمارش رای ها نتیجه های نهایی تنها روز 18 فوریه 2020 اعلان شد. عبدالله که تا حال رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان میباشد طبق اعلان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود 40% رای ها را به دست آورد و در مقام دوم قرار دارد. عبدالله پس از اعلان نتیجه های انتخابات در یک همایش پیروزی خود در این انتخابات را اعلام کرد و گفت حکومت دیگری که فراگیر باشد تشکیل خواهد کرد. در افغانستان نتیجه انتخابات معلوم گردید. در تاجیکستان باشد به انتخابات پارلمانی آمادگی میگیرند که تو برگزاری آن کمتر از 2 هفته دیگر باقی مانده است. بینندگان عزیز به شما اطلاع میدیم که در روزهای انتخابات و بعد از آن یعنی 1 و 2 مارس بخش توجیکی رادیو زودی برنامه خبری خود را به مراتب بیشتر میکند. در روز انتخابات حداقل 3 برنامه نیم ساعتی در پخش مستقیم منظورتان میگردد تا اینکه شما توانید از جریان برگزاری این معرکه مهم سیاسی به پرگی آگاه باشید. اگر شما نیز از رفت انتخابات عکس و یا نوار میگیرید لطفاً طریق وایبر و واتساپ با رقم های رادیو آزادی از جمله با رقم 724 05 66 81 در اختیار ما بگذارید. در توجیکستان نرخ پاتنت و یا اجازه فعالیت صاحبکاری و کاسبی 8% بالا برده شد. صاحبکاران میگویند درآمد آنها در مقایسه با سال پیش تغییر نکرده است، اما سربوری انداز به دوش آنها بیشتر می شود. سال 2019 سطح تورم و یا اینفلیسیون در توجیکستان با گزارش بانک ملی 8% بود و متناسبا نرخ پاتنت هم به همین مقدار بالا می رود. سال 2019 نرخ پاتنت 5.4% بالا برده شده بود. برای مثال خانها تا به حال برای پاتنت هر ماه 667 سومانی می پرداختند، اکنون 720 سومانی می دهند. رانندگان ماشین های بارکش به جای 741 سومانی 800 سومانی خواهند سپرد. برندگان تو جشن ها تا حال 147 سومانی مایه انداز می سپردند، اکنون 159 سومانی باید انداز بدهند.
طبق قانون اندوز در تاجیکستان 49 نوع فعالیت شروع از فروش نوست و آوازخوانی و نواربرداری، تعمیر ماشین و خانه و دوریدگری و کار با سنتخنیکا بر اساس پتنت اجازه داده شده است. مسئله اندازبندی شدن هم بخشا و هم سری چند وقت بالا رفتن میزان انداز یکی از مسئله های مورد بحث و انتقاد در جامعه می باشد. گرانی انداز بخصوص در ساحه صاحبکاری خردمیانه از نظر تاجران و صاحبکاران باعث از فعالیت ماندن شرکت‌های زیاد در تاجیکستان در چند سال آخر شده است. تفصیلات رو شما میتوانید بینندگان عزیز در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. هواپیمایی که حکومت اوکراین برای برگرداندن شهروندانش از چین اختصاص داده بود دیروز با تاخیر 3 ساعت عازم چین شد و پیش بینی می‌گردد که صبح امروز به اوکراین برمیگردد. هواپیما از شهر ووهان چین مرکز سرایت کرونا ویروس نو یک گروه شهروندان اوکراین و خارجیان را به اوکراین برمیگرداند. طبق گزارش‌هایی که از چین رسیده است دیروز در این کشور 130 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات چین میگویند فعلا در این کشور از ویروس نو که با نام کووید 19 معروف می باشد بیش از 2000 نفر وفات کردند. شماره تصدیق شده مردم گرفتار ویروس باشد از 74000 نفر بیشتر شده است. مقامات در جنوب تاجیکستان قصد دارند از قندهار افغانستان نهال انار آورده انارزارهایش را دوباره زنده کند. پوچخان ظریفزاده رئیس نویه شمزینی شاهین هفته گذشته در نشست خبریش گفت که آنها با مردم صحبت کرده طلب نمودند که به امید شرکت‌های خطایی نشده خودشان در پی بنیاد انار باغ‌هایشان شوند. حالا در تاجیکستان بیشتر انار ازبکستان بزرگگیر است، اما به گفته کارشناسان انار قندهار در دنیا همتا ندارد و یکی از خریدارترین انار به حساب می رود. با گفته کشاورزان توجه به انار قندهار از حساب بیدانه بودن آن است. مبینجان احمد ورزشگری توجیک در قهرمانی آسیا اوید به گشتی یونانی و رومی که در دهلی هندوستان جریان دارد مدال برنجی به دست آورد. به اطلاع فدراسیون گشتی تاجیکستان در قهرمانی آسیا اوید به گشتی ورزشی بیش از 270 ورزشگر از 24 کشور اشتراک میکنند. تاجیکستان را در این مسابقه 15 ورزشگر 7 نفری از روی گشتی آزاد و گشتی یونانی و رومی 1 نفر اوید به گشتی زنانه نمایندگی میکنند. بینندگان عزیز در این قسمت صحبت من به 2 سوال شما جواب میدیم که چند روز اخیر به هنگام پخش مستقیم صحبت‌های ما از طرف شما بینندگان عزیز داده می شود. یکم درباره ثبت دوباره سیم کارت با شناسنامه نو است. با قرار حکومت تاجیکستان این مهلت تا ماه فوریه سال 2022 تمدید کرده شد، یعنی شما امکان دارید تا 2 سال آینده سیم کارت خود را با شناسنامه نو دوباره ثبت کنید. در رابطه با اعلان عفو مهاجران اخراج شده از روسیه باید یادآور شویم که بررسی این مسئله هنوز از طرف مقامات تاجیکستان و روسیه ادامه دارد و به قرار نهایی نرسیدن. در صورت دقیق شدن ما حتما برایتان خبر خواهیم داد. اکنون از قلب اسعار خارجی برای امروز معلومات میدیم که از طرف بانک ملی این گونه معین شده است. 1 دلار 9 سومانی و 69 درم، 1 یورو 10 سومانی و 47 درم ارزش دارد. برای امروز 1000 روبل روسی 151 سومانی و 50 درم مقرر شده است که نسبت دیروز 50 درم ارزان تر است. این چند خبر تازه بود که من خواستم در این صبح بر وقت برای شما بگویم و باوری دارم که در دوام روز حتما ما رو پیگیری میکنید، چون خبرهای روز و گزارش‌های جالب داریم که میخواهیم برای شما بگوییم و فراموش نکنید که برنامه خبری ساعت 1 با وقت پراگ پیشنهاد شما میشود و تا اون وقت سرخط خبرهای روز داریم. روزتون بپرور باشد.